ناحیه باتیفا مازنترین ناحیه سر آست قزا زاخو کش 3 کیلومتر از سنتر قزای دیرو نوتو 7 ساله وک ناحیه سر به قزا زاخو ویو دمک دریجا داخواز قزابونا و ناحیه تهتکرنو جپنگاوین بیدارکرنا سر بخوی زاخو بریار قزابونا باتیفا دهت دان. باتیفا مازنترین ناحیه سر قزا زاخو همشن بجین و ایکش ناحیه تاری مازن المحافظه دوی که همیه اف ناحیه 1924 یا بویا ناحیه طبعا و سنتر ناحیه الدمکابی گنده دمکابی دست بکیه پشت اینگه یا تحویل بیاتیه باتیفا الویری آجه گیر بی باتیفا بخوا نافدار بهرا بتر نافدار تشت زراعتی وان بروبوم زراعتی و سروشت خواهی سروشت که جوانه هی یعنی ناحیه گشت و گذاری جوا مشهوره طبعا گلک جهت آثاریت کفنید لهن نفته و کمره و سامان سروشتی لدوری هی دیسا باتیفا بخوا هفته 5 گنده بخواد گیرد اندامه که جواتا پارزگاه دوگ بکرسات نیوز راگهان کش پنگاوین اداره کرنا سر بخوی ازاخو کار لسر قزابونا ناحیه باتیفا تهتکرنو بریار الده و مهه روینشتنک لجواتا پارزگاه دوگ لسر بهتکرنو دنگدان لجوات دا به قزابونا ناحیه باتیفا بهتدان. گادو که لو راجب فرمیل 25 ماهایی کو پروژه قزابینا باتیفا همی بادکا خوفه کارگیری پارزگاه ها دو که بنویساره کا فرمی اجماره 456 روانه انجمن پارزگاه ها دو که کریه بوی که کوبیت پسند کردن پشتی سرکاتی انجمنی اف بادکا هکنی دایا دست لجنای سای دیف چون سر کریه و همیا و مرجو رین ماین هین تدا یعنی جیگرن لو راجی دهی فرمی دستا سرکاتی انجمنی بانگش همی اندام انجمنی کریه بروجا چهارشنبه و تا صبح دهی و مانگه کو دنگل سروی پروژه کنه بدادن و پشتی پروژه تا پسند کرد پانه یا خود دیتا پسند کردم ده هتا روانه کردم با وزارت ناف خود رک وزارت ناف خرابو انجمنی وزیران و حکومت جا جدی السر بجین وی کاری هکنه اداره سر بخو از خو قزابینا باتیفا از بارد کم کو افریقارین هکنه دمک نزیک دا پریوچ باتیفال سال 1924 بوی ناحیه کش گنده دمکا دست بکریو نوکه بوی اکش مازنترین ناحیه پارزگاه دوکیو نزیکی 4140 سرخزان لجین شکومالگاه کو 75 گندام پیدهتنو ناحیه کشری چاندن و گشت و گذار و شینوار و سامان سرشتی یا دولمندو به قزابون باتیفا لشری اداری و دارایی مفایک مازنگهین دوره رعت عمر كرسات نيوز ناحية باتيفا.